اینه نه ها. نه اگه موافق باشی میخوام پیش غذا رو براتون بیارم. موافقی؟ الان میارم. آسیامن چیزی شده؟ دلخوری داری ازش؟ چیزی شده؟ بعدا صحبت میکنم. که نمیفهمه بگو. بنده خدا حالشو بد کرده دیگه. اصلیت شما کجاییه؟ بله آداست چی کارش داری تو؟ اینم از پیش غذای آقا عرفان، تخمه گواتمالایی. اینم از پیش غذا. خرتی تاپ بدن اینجوری نمیشه. اینه تو دوست کردی؟ بله زحمت شد. همش با با دندونای دستا خودم. همش با دندونای خودم. آقا سیامک چیزی شده؟ حالا بعدا رو صحبت. پوست نکنده اگه دوست داشتی آقا. دورش هست. پوستای اینا رو کجا ببرید؟ بفهم این چرا زرده؟ چون آبی نیست. آمون جان بفهم. آفرین کدوم خوشمزه در از اینا؟ یه چیزی بگم آقا عرفان. پیش غذاتون خیلی مزخرف. آفر شما نخور. نه آخه من قول دادم که دیگه هر چی پشت دوربین میگم اون دیگه جلوی دوربینم میگم این موقع کدورتی چی میشته. خیلی خوبه خیلی خوبه این اخلاقا رو رعایت کنه سیامک. که شخصیتی باشه درست نیست. خیلی خوشمزه است. والا راجب پیش غذا شبیه شخصیت کارتونی میمونه. خب خب والا من فکر کنم همون تخمه آفتاب گردونه کیلویی 600 تومن فکر میکنم. حالا درسته خیلی خوبه. حداقل یه پیش دستی هم میآوردیم که ما اینا رو حالا پیشغذاشون واقعا خوشمزه بود. یعنی من نمیدونم دونه دونه اون همه تخمه رو بشینی گواتمالایی، اونم نه خیلی تخمه معمولی، اینجوری پف کنی تو اون ظرف. شما این کار میکنی؟ اصلا من خودم من الان نمیدونم من غذا چی درست کنم با این همه زحمتی که این جوون کشیده بود. من یه سوال دارم. این صندلی یه جوری من راحت نیستم. مدلشه. چیه؟ یه جوری من راحت نیستم. مدلش. میگم مال دوستان اینجوری نیست. برعکس نشست. مال شما مدلشه. یه دونش این مدلیه. من باید اینجا میشستم. البته اون جای میزبانه. سر میز نهار من یه مشکلی داشتم که به همه گفتم، نمیدونم چرا دقت نکردن. این صندلی من یه جوری بود من نمیتونستم، دستم به هیچی نمیرسید بخورم. آقا شما شغل شریف شما چیه؟ بنده؟ بله. نمیگه دیگه بنده خدا. یه چیزی داره نمیگه دیگه. اینو با خودتون نمیبرین دیگه؟ میشه این نفر خوشمزه. چون دوست داریم باشه. مزخرف باشه. البته میگن دانه‌های روغنی برای به از پوست دانه‌های غیر روغنی. این بذاریم باشه. اونو من نمیدونستم. کجا خوندین این الله مقاله رو؟ داره من به روزنامه‌نگاری. چه استرس. تو بیشتر استرس میدی عرفان جان. چیکار کنم خدا؟ غذای خوب نشید خوششون نیاد. تقلایی میکنه بنده خدا. ای وای. وای چیکار کنم؟ خاک تو سرم شد. آقا نگیر. اینم از غذای اصلی. اینم از مین کورس من. با یه سس خیلی خوشمزه. تو پیش غذا تو ببر دیگه. لامصب. پنیر پیتزا سبزی. واو چی از چی؟ نوناشو که من تشخیص میدم. اینا چی هست؟ پنیر پیتزا سبزی. پیتزاش بود. نه پنیر پیتزا. خب پنیر آقا. پنیر از پیتزاش بود. بچه ها با سازش مشکل با ندارن؟ چی؟ من این شما مقدار که؟ آلرژی دارم. مقدار لبم موندم. همه چون نونش یه مقدار کم نیست. با غذا رو با نون نمیخورن. الان جا این غذا رو من برای 2 نفر بیشتر تدارک دیدم. یعنی برای 6 نفر کافیه. بله یه لحظه بخوام سوال داشت. صندلی من مشکل داره. نمیتونیم بخوریم؟ من راحت نیستم. میخواین جامون رو چنج کنیم؟ چی؟ چاپ چاپ؟ بنده خدا چاپ چاپ. معافیه خب. چی؟ چاپ چاپ این چی؟ بفهم غذاشون خوب اون مگس کش چیه تو همون؟ بد نبود. فقط من نگران دوستم بودم که
اینجا نشسته بود. کی بود؟ آرمین بود. آرمین هیچی نتونست بکنه. البته شما نظر من خواستید فعلا، نظر خودم رو بگم. این پنیرش یک مقدار کش نمیده. من دستم نمیرسه. نمیدونم چرا اینجا رو انتخاب کردن برای من. من اگه تختی بود راحت تر بود میخوابیدم بهتر بود بعد از نهار. انقدر خوش مانده بنده خدا گشنه. چاپ چاپ فرنگیه؟ بله بله. دستم نمیرسه. بده من یه لقمه بگیرم. بفهم. شروع کردی؟ کن؟ هواپیما کن. سمون. میخوره قبلا خوردی قبلا چیزای مختلف. گاز باید بزنم. گاز. با کن دهنتو ببین. سنبا. مبارکه. واقعا عجیبه که ما میتونیم تصاویر ذهنی این دوتا آدم بیمار رو ببینیم. واقعا عجیبه. خیلی خوبه. من توقعم امتیازم بالاست از همه. چی داره؟ نمیدونم. سیامک امروز حالش خوش نیست. تو حالشو خراب کردی دیگه. بعدم توضیح میدم. درو یه دونه بود. آقای فامه سوالا خواهش میکنم. میز گردونه مگه بالا برج میلاده؟ اینجا منقطع شده. اون رستورانه. رستورانه. کنیم جوها کنیم چرخون نیست. خیلی شما نکن خدا. خواهش میکنم. دوست داشتین؟ این بهتر بود. دوست داشتین؟ چون خیلی رو کردم این بهتر بود. ولی الان حس خوبی کرد. سری بعد بهتون دست میدم من دارم دیگه استرس ندارم. خیلی راحت. من احساس میکنم این چرخونه منم همچین فکری دارم واقعا. میتونه بچرخ. آقا ببین. بس دیگه با شما لش و لوارشو در آوردید دیگه. کثافت ها. من واقعا معذرت. تو دلم مونده. شما که ناراحت واقعا معذرت. زیاد من واقعا معذرت. بچه‌ها. جان بچه چیه غذاها رو جمع کنم. خرچنگ یه کنید. سورپرایز خوب داری. چه سورپرایزی. دکتر چیکار داری میکنی؟ برندنم ماشین نه از این نزد درد نداره از این نزد درد نداره از اینا بزن درد نداره واکن برای بهداشت دندانهای خود روزی 2 بار دماغ خود را فیلم کنید. آروم بگیر دکتر دندانامو درست کن آروم بگیر آروم بگیر. از پاستیل های ببتو استفاده کنید. مرسی. پاستیل ترش ببتو. بابا امروز خوب میشه. ببتو. یه سورپرایز خیلی خوب واسه شون آوردم. 2 ماساژور خانم از برزیل. بهتر الک. فکر کنم خیلی حال کنم با این. بریم اصلا میخوای برم تریاک بگیرم وافورم بگیرم. آخ جو. آره تریاک بگیرم وافورم بگیرم بیارم بریم بشینیم راحت استراحت کنیم. این سورپرایز است.
عجب سورپرایزی. غرفان خیلی عالیه. بی جنبه. بعد از اون اتفاقی که برای سورپرایز انجام داد، این همون واقعا بهترین چیزی بود که من میتونستم داشته باشم. یک همون پر از کف تو شیر. تو چی؟ زشت. تو شیر گرم. چه شیریه؟ خیلی خوشحالم. خونه خیلی قشنگی دارم. امیدوارم بتونم جبران کنم همه این چیزا رو تو خونم. آسیامک ماساژور. شماره‌تون میتونم داشته باشم؟ شماره رو میزنین یادداشت کنیم؟ سوء استفاده. 912 اجازه میدیم بگم؟ اگه میشه ممنون نیست. بگم گردنم لطفا. شما همون شیوای هندی هستین که 80 دست داره؟ ما 4 تاشو میبینیم البته. پایینم اگه خبریه. دایی نداشتید شما؟ بخونه بسه دیگه. سورپرایز خیلی من الان دوست داشتم، حتی الان هم یه سورپرایز از کمد میپرید بیرون و منو سورپرایز دیگه می‌کرد. پرو نشو دیگه. ولی حیف که دوست داشتم سورپرایز باشم باز. حالا امیدوارم باز سورپرایزهای خوب باشه. باز ممنونم. مرسی. دوست من مارکه ماساژور نایکه، یعنی میگم تولیدیش نایکه. آرمینم که کلا تعطیله. آقا آرمین حسی آقا نه حالی. بله سلام. افش که خوبه. بهتر ماساژ بده. من راحتت میذارم. بهتر ماساژ بده. بله. چقدر خوب ماساژ میدم خانم، بفرمایید. خوشبوه. ماساژی هم که ما رو دادن، اون سورپرایز به قول خودشون سورپرایز خیلی خوب بود. اون لاک های قرمزی که داشتن خیلی خوشگل. آفرین، لاک قرمز بسیار نکته مهمیه. من صورتی هم البته بگذاریم. خلاصه که خیلی خوب بود، من راضی بودم. یه گلی هم بهشون دادم، نمیدونم دادم یا ندادم، تو تصویرها مشخص هستش که جوابی ندادن. حالا اگر جواب بدن که خیلی خوب. خواهش کن جانم مثلا درست نگه براتون خواهم. من نمیدونم این اشکانه چرا لهجه میگیره. من درسته خنده رو هستم ولی یه حال میخوای جاتو با من عوض کنی؟ میخوای با من چنج کنی جاتو؟ چی؟ چاپ کنی. به چی خندیدی؟ به چی میخندی؟ خوش تنزن آنه با میخندیده؟ آسمون رو نگاه. برقص هرچی میاد این کخمه هست. چه رنگ زیبایی خودتون درست بچه کردی؟ بله. کاشتینش؟ نه درست کرد. برداشت کرد. من میگم که اینو بچرخونیم. دستش نمیرسه آقا. نه. بزن هیچی نکن. من یه بازی بلدم، اجازه بدین. این آقا سیامک بازیش قشنگه. بذار ببینیم چی میشه. میشه. با شوق بستم ترکی افتاد اون شروع می‌کنه. آه خیلی خوب. پارتی بازی کردیم. من به نظرم جایزه میدادن. نه خیلی نه خیلی. یک بار بیا بچرخون. بفهم. باشو برو. جایزه میشه. بفهم. در قسمت بعدی که همراهیمون کرد این اکشن ها این چیه؟ یه سری مسائل داره. این همون حالا توضیح برادر ازت میخوام من. بازی کاملیم دیگه. نمیدونم طراحش خودش بود ولی تقلب قشنگ توش مشهود بود. یعنی اون رو چرخون سمت خودش. نمیدونم چرا این کاری کرد. ما با قاشق خوردیم. من هندمونم خیلی دوست دارم وقتی صورتی شطوری. حالا به خاطر نمیدونم به خاطر چیه علاقم به شطور ایجاد شده. بیشتر یه خورده خوابم میاد. دیشبم دیر خوابیدیم. موزیکا سخت بود، سنگین بود. اگه تختی باشه دوستان من بخوابم. البته من فهمیدم که هندونه رو ایشون از ماشین لباسشویی در آورد. آفرین. بچه ها یه خورده دقت کنید که این منم هستم اینجا. هندونه آبدار و شیرین. اینو کاشتش کردیم شما؟ اتفاقا ما با چی درست کردیم؟ ما خواهی میخون. واقعا شما ما یاد روزید. کاش که یه نهی هم بیارین آبای چوچو کنید. این چیه الان در بزنیم؟
یه شوخی بی‌مزه کردم باهاش ولی به نظرم بامزه بود. منم میگم بامزه بود. بهتر از این هم میتونست باشه. میتونستم یه تیکه حالا درست هم نیست حالا یه آدم همه چیو بگه یه چیز دیگه بندازم چی مثلا؟ ولی ننداختم. شوخی داشتی شما خیلی به سیبیلای ما علاقه مندین؟ یاده مراسم 13 رو آقا تو این چی بود؟ عجب چقدر جالب. این چی بود؟ آقا تو چیزی نیست این چیزی نیست که اینو من زشت. فکر می‌کنم آقا اشکان عمدن گذاشین تو که آقا اشکان اصلا هم مگه شخصیتم به این اجازه میدم چین کاری بکنم؟ تمام شما امتیاز منو بیاره پایین. من نمیتونم دیگه ازش ما بکنم. هست که خیلی این گیره سیامک آخر امشب میزنه این عرفانو. در حال مسابقه ما برای فان فقط جمع شدیم. آقا نوشونه چی داشت. می‌خورم؟ توش نوشونه. قرمه سوسک هم شاید باشه شما من نخورم. تازه تمام یه چیزی خوشم اومده تمام کنم. بفرمایید خوش آمدید. بذار بخوره بنده خدا. خب نهار که فهم کنم خیلی خوب بود. بچه‌ها همه دوست داشتن، همه حال کردن. اول نفر اشکان بود که نمیدونم من حس میکنم یه خورده رابطه احساسی با من برقرار راجع به خاک تو سری صحبت نتونست. شاید هم تونست. تموم بشه. نمیدونم. از پیش غذام خوشش اومد، غذا رو خوشش اومد، همش به به چه چه. دسر رو خیلی خوشش اومد از نوعی که من پذیرایی کردم. تو درس خندیدنه؟ فضا اینجا کجا؟ تنگ بود دفعه پیش ولی این دفعه مثل اینکه فضامون بازه و آروم هم میره آویران هم خیلی جذاب نظرم جذاب ترین جای مسابقه شده و اینکه ذوق کردی. درست بود همه چی. من یه رابطه عاشقانه هم واقعا بی‌ناموسی خجالت پیدا کردم ولی نمیدونم حالا به حقیقت بپیونده یا نه. سیامک بود که کلا آدم گنده دماغیه، یعنی همش نشست اخماشو کرد تو هم. فکر نمی کنم آدم به در فکر نمی کنی خودت مقصری؟ کلا اصلا اخلاقش اینجوریه، راجع به همه چی هم قرض داره، هیچی خوشش نمیاد، اصلا همه چی رو گند. باش خیلی هوای خوبی هستش. تا الان زمستون هم غذا رو هم دوست دارم. عرفان جان خیلی خوب بود. من یکم البته عصبی بودم. بعدا خودتون متوجه میشید چرا. یکم کدورت‌های پیش اومد که بهتر بود پیش نیاد. البته خب ما بیشتر برای فاین قضیه اونجا بود. فاین نه، فان. دیگه حالا بقیه چیزا رو بهتره خیلی آرمین هم هست که آرمین چیه بابا مردی که خیلی خوبه خیلی خوبه، ولی خب آدم بدی نیست. کادوی خیلی خوبی واسه من آوردن، دستشون درد نکنه. فهم میکنم نمره 9 10 اینا رو بتونم بگیرم ازشون. بچه‌ها خوب به من نمره میدن، خیلی یه حرفی ندارم. به علی قرصی نمره‌ای که من با آقا تورج میخوام بدم 7 هستش. من واقعا از همه چی راضی بودم، فوق‌العاده بود. 7 نمره‌ای برازنده آقا عرفانه، آقا تورجه. صدا قرصیه؟ من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، اشتباه میشه که آنو سوار کردم. این نمره منه به آقا تورج. امیدوارم خوش باشه. کارا چیه؟ باغچبانی دسر والا خوب بود، فانتزی بود. فقط تنها مشکلی که داشتش این مقدار این تخمه که توش پیدا شد من خیلی یکم گیر کرد. نمیدونم بعضی آدما شاید دوست ندارن. آقا چیکار می‌کنی آقا؟ بنده خدا خیلی عصبی. من برای آقای عرفان در نظر گرفتم منفی است. عالیه. نمره خوبه. چون که امتیازی که من میخوام بدم بهشون فکر کنم واقعا حقشون. منم از اول گفتم تعارف ندارم، همه چی رو مطرح میکنم و اینم لطفا بندازین که یه موقع اشتباهی خب دیگه شورشو در انداخت. نره.
تو خیلی کار خاصی نکنم. ماساژوراشون هم خب البته شمارهشون رو من ندارم ولی خب اشکال نداره. هیچ نوع دیگه ماساژور اتبایی نمیاریم این دفعه. بله 10 و 7 17 3 تا کم میکنیم میکنه 14. این نمره امشب آقا عرفان از سرش هم زیاده. خداحافظ. اما منتظر بفهمنده بودم میدونی خود را زیار دیدی. از این 4 تا اسم یکیشون عرفانه، از 4 شب 3 شبشون مهمانه، تازه اسم اون یکی هم اشکانه، اونم هر جا میره اسم کنه میزبانه. اصلا معلوم نیست شغلش چیه، بابای سیلوه دیگه کیه. سومین نفر اسمش آرمینه، گوشت شیرینه به دل میشینه. آخرین نفرم که دیگه سیامکه. بیا برو بیرون ما، بیا برو. خب که چی؟ Let's go. بی فرمایی ای نهار بی فرمایی ای نهار. خیلی خوب خیلی خوب. مرسی. اشکان راشیدیست سیامک اونی ها رو بی خودم چی؟